آقا میدونستی یه نقطه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ کلمه‌ای مثل جواد نقطه‌شو برداریم میشه هوا، شمس نقطه‌شو برداریم میشه سمس. از این کلمات زیادن، شما اگه نقطه‌شو برداری قابل قرائت، مفهوم هم شاید نداشته باشه ولی قابل قرائت، میتونی بخونیش. اما بسم الله الرحمن الرحیم رو اگر نقطه زیر ب رو برداری به هیچ عنوان قابل قرائت هم حتی نیست. یعنی اینجا نمیتونی تو بگی اسم الله الرحمن الرحیم، چون ب که استارت قرآن با بی بسم الله الرحمن الرحیمه، مفهوم و تأکید اون بسم الله الرحمن الرحیم اگر حذفش کنی قابل قرائت نیست. مولا علی علیه السلام فرمود کل توحید در سوره حمد و کل حمد در اولین آیه سوره حمد و من نقطه زیر بای بسم الله الرحمن الرحیمم. یعنی اگر علی رو از اسلام حذف کنی حتی اون اولین آیه قرآن هم قابل قرائت نیست، چه برسه به مفهوم و تفسیر. به عشق علی ابن ابی طالب کامنت کن یا علی.